ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 34. اثر پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت کتاب ارزشمندی دارای خصوصیت انسیکلوپدی بوده از روی خصلت، موضوع، محتوا، روش تحقیق، نوگانی، در برگیری مواد، دسته‌بندی تاریخ تشکل، ساخت دستوری زبان تاجیکی، ارزیابی کلی مسائل زبان و ادبیات، دستاورد بی‌نظیر، تحقیقات پرارزش و صحیفه تازه در علم زبانشناسی زمان استقلال محسوب می‌گردد. نمونه دوم. و این اهل صفه مردمانی بودند به مکه اندر، چون پیغامبر صلی الله علیه و سلم اسلام آشکار کرد و امیرالمؤمنین عمر ابن الخطاب بیامد و مسلمان شد، پیغامبر را و یاران را از دارالندوه نامی سرای در مکه به مسجد کعبه برد و آنجا نماز کردند و مسلمانی آشکار شد. پس از آن پیغامبر و یاران نماز به مسجد کردندی. از مطالب بازمانده کتاب تفسیر قرآن پاک یا تفسیر پاک که تقریبا در عصر 8 میلادی تعریف شده، متاسفانه تنها قسمتی کمی از آن تا به امروز باقی مانده است. همین سادگی و شیوایی گفتار و استفاده لغات و ترکیب‌های اصیل فارسی دری و دایره کاربردی کم از اصطلاحات عربی به مشاهده می رسد. برای نمونه پارچه زیرین را از این تفسیر منظور می کنیم. و قصه هاروت و ماروت امامعلی رحمان این چنان است که وقتی فرشتگان آسمان به زمین نگریستند، از اهل زمین معصیت و فسادها بدیدند، گفتند یا رب، نما گفته بودیم که در زمین باز خلقان آفرینی که ایشان گناهان کنند و تباهی ها کنند. خداوند به فرشتگان وحی کرد و گفت بنگرید تا اندر آسمان ها از شما فرشتگان کیست خویشتندارتر و پارساتر، 100 فرشته بگزینید. و پس گفت 90 فرشته بگزینید. و پس گفت 80. همچنین تا گفت از جمله ایشان تا 3 تن را اختیار کنید و من همان شهوت را که اندر فرزندان آدم نهادم اندر این فرشتگان بینم و پس ایشان را به زمین فرستم.
اگر ایشان خود را از گناهان نگاه دارند و نگاه توانند داشتن، آنگاه شما را رسد. یعنی آنگاه می توانید بر فرزندان آدم دراز زبانی کنید. در این تفسیر لغات و عبارات فارسی چون خدا، خداوند، فرشته، ملک، فرشتگان، ملائک، آسمان، آفرینش، بهشت، نماز، نماز بامداد، نماز دیگر، وقتی آفتاب برآمدن، وقتی نماز بامداد و غیره دایره استفاده وسیع دارند. همچنین دیگر ترجمه های قرآن و حدیث های نبوی از جمله تفسیر قرآن و آثار دیگری تاریخی و علمی و اخلاقی از قبیل دانشنامه میسری، حدود العالم، رساله استخراج و شمارنامه محمد ایوبی طبری، هدایت المتعلمین فی الطب ابوبکر اخوینی بخارایی، تاریخ سیستان، کتاب الابنیه موفق هیروی، سنبادنامه و غیره را می توان نامبر کرد که با زبانی ساده و روانی دور از تکلف و پیچیده گفتاری تألیف و یا از زبانهای عربی یا فارسی میانه ترجمه گردیدند. زیر فصل سیوم، زمینه و عامل‌های تشکلی زبان ادبی. طوری که می‌دانیم پس از اصطلاح عرب و تشکل تمدن اسلامی، زبان عربی در سراسر قلمرو خلافت از جمله در خراسان و ماوراءالنهر زبان رسمی دولتداری و علم و ادب گردید. گذشته از این، در آن روزگار در شرق نزدیک و میانه وظیفه زبان بین المللی را به دوش گرفت، چنان که در اروپای عصرهای میانه همچنین مقامی را زبان لاتینی صاحب بود. ادیبان و دانشمندان معروف ایرانی نژاد ابن مقفع 721-753، محمد ابن موسی خوارزمی 780-847، ابو معشر بلخی نزدیک 786-886، احمد ابن محمد فرغانی عصر 9، ابن خردادبه 820-912، استخری عصر 10، محمد ابن جریر طبری 838-923، محمد ابن زکریای رازی 865-925، حمزه اصفهانی 893-970، ثعالبی 961-1038 و صدها دانشمندان دیگر آثار علمی و ادبی خود را به زبان عربی تألیف نمودند. ثعالبی در یتیمة الدهر از 119 شاعر عربی زبان که در خراسان و ماوراءالنهر زندگی می کردند یادآور شده از اشعارشان نمونه آورده است. جالب آن است که بیشتری همین شاعرانی ذکر نموده ثعالبی از طبقه بالایی جامعه خراسان و ماوراءالنهر بودند، از جمله 4 امیر، 8 وزیر، 28 کاتب، 31 حاکم یا عالم و غیره. اما در همان ایام نیز زبان عربی اکثراً برای طبقه های پایانی جامعه، برای مردمان عادی زبانی نامفهومی بود که مردم از آن بغیر از چند فریضه ضروری دین اسلام دیگر چیزی نمی دانستند.
همین است که ابوبکر نرشخی در تاریخ بخارا یادآور می شود. قتیبه ابن مسلم در بخارا هر آدینه منادی فرمودی هر کی به نماز آدینه حاضر شود 2 درم بدهم. و مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خواندندی و عربی نتوانستندی آموختند. همچنین نرشخی تاکید می نماید که قتیبه اهل بخارا را فرمود 1/2 از خانه های خیش به عرب دادند تا عرب به ایشان باشند و از احوال ایشان با خبر باشند. احتمال قوی می رود که این اقدام قتیبه ابن مسلم نه فقط به منظور آموزانیدن شریعت اسلام بلکه همچنین به مقصد گسترش زبان عربی نیز بود. برای مردمان خراسان و ماوراءالنهر بعد اسلام آوردن و به صف مسلمانان پیوستن، هرچند مردم غازی شده در اصطلاح من بعده اسلامی فعالانه شرکت جستند، باز هم زیر بار آموزش و پذیرش زبان بیگانه نرفتند و تماما از زبان مادری خود جدا نشدند. اصطلاح عرب به هیچ وجه نتوانست استقلال زبانی اهل خراسان و ماوراءالنهر را کاملا از بین ببرد. زبان تاجیکی، فارسی، دری در این سرزمین با زبان عربی پیوسته رقابت نموده در مقام خود پایدار و استوار ماند. این زبان نه تنها در برابر زبان غالب و حاکم عربی استوار و پابرجای ماند، بلکه تدریجاً از زبان دارای ترانه‌های پراکنده مردمی از قبیل ترانه‌های در بالا یاد شده مردمی بلخ و بخارا، سرود آتشکده کرکوی سیستان و غیره بالا رفته به زبان شعر و ادب مبدل گردید و در روزگاری حکمرانی سرسلسله صفاریان یعقوب ابن لیث 873 879 سرودن شعر کتابی به این زبان رسمیت پیدا کرد. تدریجاً با تشکیل و برقراری دولت‌های محلی خاندان‌های ایرانی نژاد طاهری و صفاری، سامانی و چغانی، فریغمنی و خوارزمشاهی و زیاری و بووهی، زبان فارسی دری بیشتر رشد و توسعه یافت. بخصوص زمان سلطنت سامانیان 875 999 پربارترین دوره نهضت و شکوفایی زبان فارسی دری محسوب می گردد. امیران فاضل سامانی که هویتی بلند ملی داشتند و نژاد خود را به پادشاهان ایران باستان می پیوستند، زیر دستان خود را پیوسته به فارسی نویسی هدایت می کردند که بعضی نمونه های این آثار را ما در بالا یادآور شدیم. این هدایت از مقدمه ترجمه تفسیر طبری که در بالا ذکر آن گذشت به خوبی مشاهده می شود و این کتاب تفسیری بزرگ است از روایت محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه ترجمه کرده به زبان پارسی دری راهی راست.
و این کتاب را بیاوردند. از بغداد 40 مصحف بود. این کتاب نوشته به زبان تازی و به اسنادهای دراز بود و بیاوردند سوی امیر سید مظفر ابو صالح منصور ابن نوح ابن ناصر ابن احمد ابن اسماعیل رحمت الله علیهم اجمعین. پس دشوار آمد بر وی خواندن این کتاب و عبارت کردن آن به زبان تازی و چنان خواست که مرین را ترجمه کنند به زبان پارسی. پس علمای ماوراءالنهر را گرد کرد و این از ایشان فتوا کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی گردانیم. گفتند روا باشد خواندن و نوشتن تفسیر قرآن به پارسی مران کس را که او تازی نداند، از قول خدای عز و جل که او گفت ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، من هیچ پیغامبری را نفرستادم مگر به زبان قوم او، به آن زبان که ایشان دانستند. و دیگر آن بود که این زبان پارسی از قدیم باز دانستند. از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیغامبر همه پیغمبران از ملوکان روی زمین به پارسی سخن گفتندی و اینجا بدین ناحیت زبان پارسی است و ملوکان این جانب ملوک عجمند. هدف از آوردن این اقتباس نسبتاً طولانی تأکید 3 مطلب است که در آن بیان شده است. یکم نام زبان تاجیکی فارسی دری راهی راست افاده گردیده است که این نام تنها خاص همین اثر بوده، در دیگر آثار قبلی و بعدی به مشاهده نمی رسد و مراد از استفاده آن زبان ساده و همفهم تاجیکی عهد سامانی است. دوم، با دستور امیر سامانی و فتوای علمای ماوراءالنهر به زبان تاجیکی ترجمه شدن تفسیر قرآن دلیل واضح درجه منزلت و اعتبار این زبان در عالم اسلام آن روزگار بوده است. مطلب سوم و از همه مهمتر این است که قدیمه بودن این زبان تأیید شده که این زبان پارسی از قدیم باز دانستند. در اقتباس مذکور از زمان قدیم زبان تاجیکی بودن زبان اهل ماوراءالنهر تأکید شده است و اینجا بدین ناحیت یعنی ماوراءالنهر زبان پارسی است. همچنین با خواهش و درخواست امیران سامانی آثار پند و اخلاقی از زبانهای عربی و فارسی میانه به تاجیکی ترجمه شده است که کلیله و دمنه یکی از آنهاست. اصلی کلیله و دمنه به هندی پنچتنتر در 5 باب بوده. برزویه مروزی با درخواست انوشیروان آن را به فارسی میانه یا پهلوی ترجمه کرده است. در روزگار شکوه فرهنگ اسلامی عبدالله ابن مقفع این اثر را از فارسی میانه به عربی ترجمه نموده کلیله و دمنه نام نهاد. در روزگار دولتداری سامانیان استاد رودکی با خواهش وزیر دانشمند نصر ابن احمد سامانی ابوالفضل بلعمی ترجمه منظوم این اثر را به زبان تاجیکی انجام داد که ابوالقاسم فردوسی این مطلب را در شاهنامه چنین به قلم آورده است:
به تازی همی بود تا گاهی نصر، بدانگه که شد در جهان شاه نصر. گرانمایه بوالفضل دستوری اوی، که اندر سخن بود گنجوری اوی. بفرمود تا پارسی دری، بگفتند و کوتاه شد داوری. همی خواستی آشکار و نهان، کزو یادگاری بود در جهان. گزارنده را پیش بنشاندند، همی نامه بر رودکی خواندند. بپیوست گویا پراکنده را، بسوفت این چنین دری آگنده را. ولی متاسفانه از ترجمه منظوم این اثری گرانبها فقط چندین بیت از جمله بیت‌های زیرین تا به ما رسیده است که برخی محققان این بیت‌ها را همچنین ترجمه از بخش مقدمه کتاب ابن مقفع الادب الکبیر دانستند. تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. در آن ایام با هدایت امیران سامانی همچنین آثار دیگری فارسی میانه، احتمالاً هم پهلوی اشکانی و هم پهلوی ساسانی به زبان تاجیکی برگردان شده است که نمونه برجسته آن سینباد نامه می باشد. مؤلف مجمل التواریخ کتاب سینباد را در شمار 70 کتاب نام می برد که در روزگار اشکانیان ساختند. به این دلیل احتمال می رود که اصلی این کتاب به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی بوده، از این زبان مستقیما به تاجیکی برگردان شده است. ظاهرا نسخه اصل این کتاب و ترجمه آن از میان رفته تا به روزگار ما نرسیده است. ظهیری سمرقندی که در سنه 1161 تحریر دوباره ترجمه این کتاب را انجام داده است، در مقدمه سینباد نامه در خصوص تاریخ ترجمه وی چنین اشاره دارد: بباید دانست که این کتاب به لغت پهلوی بوده است. امیر عادل نوح ابن منصور فرمان داد خواجه امید ابوالفواریس فناروزی را تا به زبان پارسی ترجمه کند و تفاوت و اختلالی که بدو راه یافته بود بردارد و درست و راست کند. و به تاریخ سنه 339 خواجه امید ابوالفواریس رنج برگرفت و خاطر در این کار آورد و این کتاب را به لغت دری پرداخت.
چنان که می‌بینیم ابوالفواریس فناروزی در سال 950 کتابی سینبادنامه را با دستور امیر سامانی به تاجیکی ترجمه کرده است. اما باید افزود که با فرمان نوح ابن منصور ترجمه شدن این اثر به حقیقت تاریخ مخالفت دارد، زیرا روزگاری دولتداری نوح ابن منصور به سالهای 796 997 راست می آید. اگر ترجمه این اثر در حقیقت سال 950 انجام پذیرفته باشد، پس سینبادنامه نه به فرمان نوح ابن منصور بلکه با امر نوح ابن نصر 943 954 به تاجیکی فارسی دری برگردان شده است. معلوم است که زبان آثار علمی و ادبی دوره اول در نهایت سادگی و روانی بود و در دوره دوم نسبتاً نثر پرحشو و پرتکلف جایگزین آن گردید. شاید به همین خاطر ظهیری سمرقندی که خودش نماینده مصنفان دوره دوم است، سببی به تحریر این اثر اقدام نمودن خود را چنین شرح داده است که در ترجمه ابوالفواریس فناروزی عبارت عظیم نازل بود و از تزیین و تجلی عاری و عاطل. واقعاً از این سخنان ظهیری خصوصیت از تکلف و نکته پردازی عاری بودن نثر به اصطلاح دوره اول به مشاهده می رسد. دانشمند معروف ایران محمد معین در تألیف کتاب‌ها به زبان فارسی دو سبب زیرین را تأکید کرده است. یکم، عامه مردم و حتی طبقه میانه از زبان عربی جز آن که مربوط به فرایض دینی بود چیزی نمی دانستند. بنابراین کتابی که برای استفاده این طبقات نوشته می شود ناگزیر می بایست به زبان مادری آنان تعریف گردد. دوم، بیشتری شاهان و امیران ایرانی از زبان عربی آگاهی کافی نداشتند و مؤلفان و مصنفان ناگزیر بودند که آثار خود را به فارسی نویسند. شما گفتار 34 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.